اشتباهی که دانش آموزا انجام میدن 4 رو منهای 1 میکنن مینویسن 3. بعد میگن که خب این که کسری نداره 1/3 رو مینویسم همینجا، یعنی قسمت کسری وجود نداره که بخوایم منها انجام بدیم. این خیلی بده بچه‌ها. نیسی محور میکشیم. اول از همه 4 رو انتخابش میکنم. 4 رو میخوایم منهای 1 و 1/3 کنیم، یعنی باید برگردیم دیگه. 1 واحد و 1/3 واحد باید برگردم. من اگه یه واحد برگردم میاد اینجا، میاد روی 3. 1/3 واحد دیگه هم باید برگردم، پس میشه عددمون کمتر از 3، نه 3 و 1/3. وقتی میشه کمتر از 3 خب چقدر برگردم؟ 1/3 واحد. فاصله 2 تا 3 رو به 3 قسمت تقسیم میکنم، 1/3 واحد دیگه هم برمیگردم. جواب ما اینجا چی هست؟ 2 واحد و 2/3 واحد. پس جواب نهایی میشه 2 2/3، نه 3 و 1/3.